مربع. یک خبر بسیار بد، متاسفانه تلفن های شما کنترل میشه، شنود میکنن. دوستان عزیز، وقتی همراه کسی که شما صحبت کنین صدایتان میشنوه و تمام کارهایتان میتونه تعقیب کنه و شما رو کنترل میکنه. من طریقش براتون یاد میدم که کنسلش کنین، دیگه نمانین کسی دیگه شما رو کنترل کنه با این طریقی که من میخوایم برای شما یاد بدم. و این ویدیو رو به دوستایتان روان کنین که وارم کسی دیگه نتونه کنترل کنه و تعقیبشون نکنه. دوستان عزیز، بسیار این ویدیو مهم است، حتما برین این دقیقه همین چیزی که براتون میگم انجام بدین. آموزش اول براتون میمونم که دیگه کسی دیگه نتونه شما رو کنترل کنه. بریم براتون طریقش. خب دوست عزیز، میخوایم بفهمین کسی کنترل میکنه یا نه. ستاره مربع 61 مربع را میزنین. چند لحظه صبر میکنین. وقتی که زدین به این قسمت برای شما شماره ها نشان میده. هر شماره که شما رو کنترل کنه، صدای شما رو بشنوه، کل را دانه به دانه نشان میده. حالا فعلا اینجا یک دانه شماره را نشان داده و این را میخوایم پس پاک کنیم. دوباره میزنیم مربع 20 2 مربع. اوکی میکنیم و او شماره کاملا پاک میشه و کنسل میشه. دیگه هیچ کس نمیتونه شما رو ردیابی کنه کتی کد که شما دوباره وارد کردین. و حتما یمی دقیقه برین امتحان کنین ببینید کسی تعقیبتون میکنه یا